زنجان با خانومم میخواستیم بریم زیارت علی ابن موسی رضا. خانومم گفت بذار برم با همسایه‌ها خداحافظی کنم و حلال بودی بطلبم. گفت همسایگی ما یه خانواده‌ای زندگی میکردن که یه دختر معلول داشتن. دیدم دم در خونه رو ویلچره. سلام و احوالپرسی کردم. دم دری؟ گفت گذاشتنم دم در حال و هوام عوض بشه. گفتم ما داریم میریم مشهد. با همسایه‌ها خداحافظی کردم. پدر مادرت خونن باشون خداحافظی کنم؟ گفتش آره. گفتم که تو چیزی نمیخوای، پیغامی نداری، سوغاتی نمیخوای برادم مشهد بیارم؟ گفت نه، فقط یه پیغام دارم از طرف من به امام رضا بگو. گفتم بگو دورت بگردم، چی بگم؟ گفت با آقا بگو من شفا نمیخوام. گفتم چرا اینجوری میگی؟ فهمیدم به هم ریخته است. گفت چند وقتیه بابام یه جوری که من متوجه نشم به مادرم میگه رسیدگی بهش سخت شده، بذاریمش بهزیستی، هفته یه بارم میریم به سر میزنیم. خانم همسایه میگه دم خیلی به هم ریخته است. اومدم به شوهرم گفتم دختر فلانی هست. گفت خب. گفتم که یه چیزایی از خانواده‌اش شنیده، دل شکسته است. ما که بچه‌ای همراهمون نیست، بیاین با خودمون ببریم مشهد. گفت نمیشه، زن امانت مردمه، تازه یه دختر بزرگ معلول، رسیدگی بهش بهداشتش سخته. راضیش کردم. اومدم با پدر مادر دختر صحبت کردم، گفتم شما یه چند روزی استراحت کنید، ما میخوایم بریم مشهد، جا هم داریم کسی هم نداریم، میخوام اینو با خودمون ببریم. شاید امام رضا به دل این نگاه کرد، حاجت ما هم داد. راضی شدن. سوار ماشین به سمت مشهد راه افتادیم. از اینجا به بعدش رو براتون خادم حرم امام رضا تعریف میکنه. میگه داشتم تو صحنه‌ها قدم میزدم و مسئولیت ما انجام میدادم که دیدم نقار خونه صداشو انقدر انداخته رو سرشو، انگار میخواد همه شهر رو از یه چیزی با خبر کنه. خودم رو رسوندم با چند تا دیگه از خدام به صحن انقلاب. پشت پنجره فولاد دیدم ازدحام جمعیت، سلام و صلوات. مردم رو شکافتیم، جلو رفتم دیدم که یه دختر 15-16 ساله رو ویلچر بوده، بلند شده واسطه، مردم گریه میکنن دورش، خودش گریه میکنه، صحن ریخته به هم. رسیدم بهش گفتم چه خبرته؟ یکم آرومتر، ببین چقدر مردم جمع شدن، صحن بسته شده. برگشت سمت پنجره فولاد و به من گفت خیلی آقاست، ما 20 دقیقه نیست وارد حرم شدیم، اصلا نذاشت من باش حرف بزنم، نذاشت بهش گله کنم، تا اومدم بگم آخه امام رضا منم دوست دارم مثل بچه‌های دیگه بازی کنم. دیدم انگار زانوام قوت داره، میتونم رو